عرضه و تقاضای سازمانی تیکه گم شده پازل موفقیت شما توی تریده. اگر یه مدت تو بازار دارین ترید میکنین ولی به اون سود مستمره نمیرسین، اگر به اون سود رسیدین ولی دلیل یک سری از حرکت‌ها رو تو بازار متوجه نمیشین، حتما باید عرضه و تقاضای سازمانی رو کامل و دقیق یاد بگیرید. دوستان، توی ویدیوی قبلی راجع به این که عرضه و تقاضا توی بازار چجوری شکل میگیره یا سوپلای دیمند توی بازار چجوری شکل میگیره، در واقع منطق پشت شیوه تحلیل عرضه و تقاضا رو با هم توضیح دادیم و گفتیم که آقا این که در واقع یک سری انسان‌هایی توی این بازار فعالن، توی مارکت دارن معامله میکنن و هر جا احساسات انسانی باشه و یک سری ضرر بکنن و یک سری سود بکنن، ما میتونیم از این الگوهای احساسات انسانی استفاده بکنیم و معامله بکنیم، آینده رو پیش بینی بکنیم. به همین دلیل گفتیم که آقا میشه عرضه و تقاضا رو توی بازار بررسی کرد. توی اون ویدیو بیشتر راجع به مفاهیمش صحبت کردیم، توی این ویدیو میخوایم تکنیکال بشیم، یعنی بیشتر بیایم روی چارت و یه جوری باش برخورد کنیم که بتونیم اون نواحی عرضه و تقاضا رو روی چارت پیدا کنیم و نقطه ورود و نقطه خروج استاپ لاس ازش بگیریم. پس با من همراه باشین تا در ادامه این ویدیو با هم خیلی کامل از اول تا آخر عرضه و تقاضا رو بررسی بکنیم، جوری که بعد از دیدن این ویدیو به هیچ چیز دیگه ای نیاز نداشته باشین واسه یاد گرفتن عرضه و تقاضا یا سوپلای و دیمند. خب دوستان، اولین مفهومی که توی عرضه و تقاضا باهاش روبرو میشیم و باید یادش بگیریم مفهوم رنج هستش. مفهوم رنج یا محدوده رنج در واقع به اون جای اطلاق میشه از قیمت که قیمت جهت خاصی نداره یا روند خاصی نداره. مثلا اینجایی که شما دارین میبینین قیمت اومده توی بین دو تا محدوده داره درجا میزنه، یعنی نه خریدارها اونقدر قدرتی دارن که بتونن قیمت رو به بالا ببرن و نه فروشنده ها در واقع اونقدری قدرت دارن که بتونن قیمت رو پایین ببرن. یه تعادلی بین خریدار و فروشنده توی بازار برقراره و اونا قیمت رو میارن پایین، اینا میبرن بالا، اونا میارن پایین، اینا میبرن بالا. تو این محدوده در واقع شما میتونین از این بالاها خرید انجام بدین تا این پایینا و از این پایینا از این بالا فروش انجام بدین تا این پایین، از این پایین هم خرید انجام بدین تا اون بالا. ولی خب در واقع ارزشی نداره به نظر من خودم هیچ وقتی محدوده رنج بزرگ وجود داره توی اون تایم فریم اصلی، میذارم به حال خودش باشه تا از اون محدوده خارج بشه. خب دوستان، نهایتا اتفاقی که میفته وقتی که این رنج وجود داره توی بازار، نهایتا قیمت تا قیامت که توی این رنج نمیمونه، یه جایی از این رنج خارج میشه، یعنی یه جا زور خریدار به فروشنده یا برعکسش میچربه، یا میشه گفت آقا یه سری پول بزرگی میاد اونجا یه خرید یا فروشی انجام میده. اینجا قیمت با یک حرکت قوی از رنج خارج میشه، مثلا اینجا تو در جهت بای و اینجا برعکسش در جهت فروش. وقتی که قیمت قوی از رنج خارج میشه، این یک در واقع سیگنالی داره به ما میده که یک اوردر بزرگی اینجا اومده خرید و فروش کرده یا یک پول بزرگی اینجا وارد شده، یعنی از داخل این رنجی که اینجا هست یه خرید یا فروشی انجام شده که باعث شده اون تقابل بین خریدار و فروشنده این دفعه به نفع یکیشون به هم بخوره، یعنی زور یکیشون بچربه و قیمت از اون بیرون بندازه. وقتی که این حرکت انجام میشه و به سمت بالا میره، فرض ما بر اینه که یک سری اوردر دیگه تو این ناحیه باقی میمونه، یک سری اوردری که ما منتظر میشیم این قیمت پول بک بزنه به سمت این ناحیه ما بیاد، از اینجا سوارش بشیم و به سمت بالا باهاش حرکت بکنیم. و برعکسش وقتی که قیمت اینجا داره رنج میزنه، یه دفعه با یه قدرت زیادی ازش خارج میشه، ما منتظر میشیم این برگرده پول بک بزنه به اون ناحیه ما که یک سری اوردری توش باقی موندن و حرکتشو ادامه بده در جهت این شکست اولیه که از این ناحیه انجام شده. خب این در واقع اینجا تعریف اصلی ما از محدوده عرضه و تقاضا شکل گرفت که آقا چجوری ما یه ناحیه رو پیدا میکنیم و چرا بهش اطلاق میکنیم که آقا این ناحیه عرضه و تقاضاست.
و زمانی که ما در جهت خرید یه ناحیه رو پیدا میکنیم یا یه ناحیه‌ای هست مثل این که اینجا کشیدم که ما انتظار داریم وقتی قیمت برگشت ما اینجا بای بگیریم، این ناحیه تقاضا واسه ما، بهش میگیم ناحیه تقاضا. و برعکسش این ناحیه که در جهت فروشه ناحیه عرضه یا سوپلای بهش میگن انگلیسی، عرضه بهش میگن، اینجا هم دیمند بهش میگن و ناحیه تقاضا هم بهش گفته میشه. خب دوستان، اگه بخوایم اون شکلایی که توی ساختار قبلی واسهتون کشیده بودم روی کندل و چارت کندلی بخوایم نشون بدیم، یه چیزی شبیه این میشه. یعنی الان من 2 تا محدوده رنجم اینجا کشیدم که بتونین کامل یادش بگیریم. اگه من بخوام حرکت قیمت رو اینجا نشون بدم دوستان، این قیمت به سمت بالا حرکت کرده، اومده پایین تو این کندله، یکم رفته بالا، دوباره اومده پایین، رفته بالا و اینجا یه حرکت شارپی به بیرون انجام داده. شرط این که من این محدوده رو یه محدوده عرضه و تقاضا در نظر بگیرم اینه که کلوز این کندلی که اینجا هست، اگه بتونم نشونش بدم، این کندل شارپ بزرگه، کلوز این باید فاصله داشته باشه از این محدوده، یعنی خارج از این ناحیه عرضه و تقاضا باشه. یا میشه گفت که آقا این کندله یه کندل خیلی قوی باشه. این شرط اصلیشه. و برعکسش توی در واقع اگه بخوایم همون محدوده تقاضاشم یه توضیحی بدیم، این یه کندل نزولیه که آقا اومده بالا یکم قیمت تا اینجاها رفته، دوباره اومده پایین و خیلی شارپ اینجا به سمت بیرون حرکت کرده و این ناحیه عرضه و تقاضا اینجا واسه ما شکل داده و ما منتظر میشیم که اینجا پول بک بزنه و برگرده به سمت این ناحیه، از اینجا باهاش همراه بشیم. این هم یه توضیحی بود روی چارت و دقیقاً کندلی که بتونیم نشون بدیم روی چارت. خب اگه واسهتون سوال پیش اومده که خب بعضی وقتا حتما خیلیاتون آشنایی دارین که توی بازار این محدوده رنجی که میبینین اونقدر در واقع ارزش کم نیست که بشه توش وارد معامله شد. مثلا اگر من اینجا بخوام وارد معامله بشم، استاپم رو این پشت بذارم و در واقع تیپیم اینجا باشه، شاید خیلی جاها واسم نصرفه که بخوام آقا 1 به 1 بگیرم یا 1 به 2 بگیرم. حتی سوال اینه که آیا راهی وجود داره که من این ناحیه رو بخوام بهینش بکنم، یعنی یه جوری کوچیک ترش بکنم یا یه محدوده ای ازش رو در نظر بگیرم که اون محدوده یکم کوچیک تر باشه. مثلا من اینجاها بتونم وارد شم که مثلا 1 به 4 رو بتونم ازش بگیرم. و جوابش اینه که وجود داره، در واقع میشه یک جوری بهینه کرد محدوده ها رو، یک روش های بهینه سازی هست. من تو ادامه این ویدیو یک سری روش هایی میام واسهتون بررسی میکنم که باهاش بشه این محدوده های عرضه و تقاضا رو در واقع بهینه کرد و کوچیکترشون کرد و یا اون جایشون رو در نظر گرفت که ریسک به ریوارد بهتری به ما بدن. حالا دوستان، ما به 3 شکل میتونیم اینا رو نشون بدیم. روش اول اینه که شما میتونید کندلی که قبل در واقع اون کندل اصلی خروج از رنج اتفاق افتاده، مثلا اینجا این کندل میشه، این کندل رو کلا در نظر بگیرید. یعنی به جای این که الان اینجا محدوده من این باشه، شما بیاین اینو در نظر بگیرید، اینو به عنوان با شادو، یعنی از شروع شادوهاش و کل بادیشو در نظر بگیریم و از اینجا وارد بشین، به جای این که بخواین اون محدوده بزرگتر رو در نظر بگیریم. حالا چی باعث میشه که بعضیا بیان کل محدوده رو بگیرن، بعضیا بیان این کندل آخر رو بگیرن که بهش میگن تک کندل اصلی؟ خب این بسته به در واقع اون شخصی که داره معامله میکنه، این که شما چقدر میتونین کنار بیاین که این قیمته بیاد تو محدوده من و به اینجا نرسه. احتمال هست دیگه، وقتی من محدوده عرضه و تقاضام رنج اصلیم اینه، وقتی که قیمت داره پول بک میزنه به محدوده رنج اصلیم، معلوم نیست که از این نوکش حرکت میکنه، از این بالا حرکت میکنه یا از این بالاتر حرکت میکنه. احتمال داره من اوردرم اون بالا گذاشته باشم ولی این بیاد از این پایین حرکت میکنه.
حالا چرا ما میایم میگیم که آقا مثلا شما میتونین بهینه سازی کنین به یک کندل؟ به این دلیل که شاید 80% مواقع از این ناحیه تک کندلیه حرکت میکنه و شما باید بسته به اون شخصیتی که دارین، اینکه آقا میتونین تحمل کنین وقتی که قیمت اومد توی کل رنج من و از اون نوکش حرکت کرد رفت یه سودی از من گرفت، اینو میتونم راحت هضمش بکنم یا نمیتونم؟ اگه میتونین این روش واسه شما بهتره. پس روش دوم، روش اینه که ما یک کندل و تک کندل اصلی قبل حرکت شارپ قیمت رو به عنوان ناحیه عرضه و تقاضا در نظر بگیریم. اینجا اگه بخوایم نشونش بدیم میشه این تک کندله دقیقاً قبل از ناحیه عرضه و تقاضا و ما اوردرمون رو میکاریم و با قیمت همراهی میکنیم. اینم روش دومش. روش سومی که وجود داره در واقع واسه نشون دادن محدوده عرضه و تقاضا، روش شادو بهش میگن. یعنی شما یک زمانهایی پیش میاد که یک شادوی بزرگی اینجا داری. یعنی حالا اگه یه جوری بتونم نشونش بدم که نظمش هم نخوره، بعضی وقتا شما یه شادویی به این شکل اینجاها دارین و اینم خودش میتونه به عنوان یک ناحیه اصلی در نظر گرفته شده باشه. بسته به اون مقدار در واقع ریسک پذیریتون میتونین از این شادو هم استفاده بکنین. یعنی فقط شادو رو در نظر بگیرید به عنوان محدوده عرضه و تقاضا و از روی شادو وارد بشین و با قیمت همراهی بکنید. این روش هایی بود که یک ذره ساده تره، یعنی یه مقداری واسه اونایی که تجربه بیشتری ندارن خیلی کمک کننده است چون با کندل سر و کار داریم. خب دوستان، 3 شیوه دیگه ای که ناحیه های عرضه و تقاضا رو حتما روی چارت میبینید اینجا من گفتم که بهتون بگم. یکی اینساید بار یا کندل داخلی هستش، یعنی اون کندلی که داخل بدنه کندل قبلی تشکیل میشه، شبیه این چیزی که دارین میبینید. بعدی راجب در واقع شادوی داخلیه که یعنی یه وقفه ای توی قیمت ایجاد شده، یعنی قیمت داشته میرفته بالا، یه وقفه ایجاد شده اومده پایین و به حرکتش ادامه داده، یا برعکسش داشته میومده پایین یه وقفه اومده بالا و به حرکتش ادامه داده و اینو ما بهش میگیم شادوی در واقع که وجود داره و نشوننده یک وقفه است که بین حرکت قیمت انجام شده. این شادوی داخلی و کندل داخلی جفتشون محدوده عرضه و تقاضا. و سومیش در واقع همون شادویی بود که توضیحش هم دادم که الان رو تصویرم دارین میبینین. این شادوی بلندم یا شادوی بزرگ هم در واقع یه محدوده عرضه و تقاضا میتونه واسه ما باشه، مخصوصا اگه بریم تو تایم فریم پایین‌تر رو بررسیش بکنیم. اینا حالا هر کدوم تو تایم فریم های پایین‌تر و بالاتر قابل تبدیل هستن به هم دیگه. مثلا شما کندل داخلی یا اینساید بار میتونه تو تایم فریم بالاتر شبیه اون شادوی داخلی دیده بشه، یا برعکس شادوی داخلی تو تایم فریم پایین‌تر میتونه شبیه اینساید بار دیده بشه. و حالا یواش یواش چشمتون که آشنا بشه با این موضوعات و توی بازار ببینیدش، یه مدتی هی بخواین پیداش بکنین و پیدا کنین و چشمتون آشنا بشه دیگه، با یه نگاه ساده میتونید ببینید اینا رو و نیاز ندارین این الگوها رو کنارتون داشته باشین. ولی خب الان واسه کسایی که تازه میخوان شروع کنن و یاد بگیرن، من گفتم اینو بیارم و الگوها رو در اختیارتون قرار بدم تا بتونید ازشون استفاده بکنید. خب دوستان، یه اتفاقی رو میخوام بررسی بکنم که اکثرا شاید اون کسایی که مثل من تو این بازار چند سالی فعالیت دارن باهاش برخورد کردن و دیدن تو بازار. مثلا آقا شما یه سبک تحلیلی دارین، مثلا سبک تحلیل کلاسیک، که آقا یه سری الگو به شما میدن دیگه، میگن آقا مثلا شما اگر الگوی مثلث رو دیدین فلان اتفاق میفته، سعی کنین مثلا شکستش رو پیدا کنین، وقتی که اون شکست در جهت شکسته باش همراهی کنین. حالا من اینجا یه مثال واسهتون آوردم. فرض کنین که آقا این یه الگوی مثلثه که 1 2 3 4 و 5 تا در واقع برخورد داشته باشه به لبه های اون مثلثی که قراره الان بکشیمش. فرض کنین این یه مثلث، درسته؟ بعضی وقتا حتما
یعنی 100% واسه اون کسایی که فعالیت داشتن حالا حتما میدونن واسهتون پیش اومده که شما یه مثلث خوشگل تو بازار پیدا کردین که آقا خیلی خوشگله، خیلی تمیزه، بعد نمیدونم همه تاییدیه ها هم داره، نمیدونم اندیکاتور فلان هم چک کردین و فلان، همه چیز تایید. بعد میشکنه، شما میاین اون ناحیه میخواین باهاش همراه بشین، ولی اکثر مواقع اینجا جواب نمیده. یعنی میاد استاپ شما رو میزنه، مثلا از یه ناحیه اینجاها حرکت میکنه، یعنی حرکتش رو انجام میده ولی از این ناحیه‌ای که شما میخواید حرکت انجام نمیده. یعنی شما میخواستین آقا اینجا به طور مثال بگیرینش که استاپتون مثلا این پشت باشه، تیپیتون اینجا باشه، این میاد استاپ شما رو میزنه، حرکتش رو انجام میده. دلیلش عرضه و تقاضا. دلیلش اینه که شما عرضه و تقاضا رو بررسی نکردین. این همین الگوی مثلثه. اگر رو اون ناحیه عرضه و تقاضا شکل بگیره 99% شما شک نکنین در این جهت حرکت میکنه. یعنی اون الگوهایی که به ما گفتن یک سری چیزهای شانسی بوده. من خودم واسم پیش میومد که آقا یه مدتی مثلا تو بازار سردرگم میشدم، میدیدم آقا یه دفعه قیمت میاد به سمت یه محدوده خیلی سریع میاد و خیلی سریع برمیگرده. بعد بهش میگفتن الگوی وی، نمیدونم، یا مثلا یک سری چیزایی بهش اطلاق میشه که این الان وقتی که شما عرضه و تقاضا یاد میگیرین اینو دیگه کامل متوجه میشین. قیمت وقتی به سمت ناحیه عرضه یا وقتی به سمت ناحیه تقاضا برمیگرده خیلی سریع حرکت میکنه، خیلی سریع میاد اوردرها رو برمیداره، خیلی سریع به مسیرش ادامه میده. گفتم که اینو حتما یه جا بیارمش تا بدونیم که این عرضه و تقاضایی که اینجا داریم ما توضیحش میدیم چقدر میتونه کمک کننده باشه و چقدر میتونه از خطاها جلوگیری بکنه، خیلی ضرر رو پوشش بده و کمک بکنه. خب دوستان، در ادامه من میام یک روشی واسه بهینه‌سازی مناطق عرضه و تقاضا و ناحیه‌های عرضه و تقاضا بهتون میگم که یکم این روش پیشرفته تر میشه بهش گفت، یکم سخت‌تر میشه گفت، ولی خیلی دقیقه. یعنی شما اگه این روش رو کامل یاد بگیرید خیلی 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 دقیق میتونید تو بازار ورود کنید. بعضی وقتا یه شادوهایی میزنین، یعنی بعضی وقتا نوک قیمت، پایین‌ترین نقطه قیمت رو میتونین بگیرین، باهاش همراهی بکنین که باورتون نمیشه. این روشه در واقع روش خودمه، حالا چند تا سبک که خودم بلد بودم و یعنی یه جورایی تجربی هم هست. همینو اگه استاد فلانی بود تو پیجش گذاشته بود الان داشت $1000 $2000 میفروخت به بقیه. ولی خب من میخوام که تو همین کانال آموزشش بدم و حتما همراهی بکنیم. خب دوستان، اینجا میخوام یه روش خیلی 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 کاربردی با چند تا تاکید دیگه بهتون بگم از در واقع بهینه کردن ناحیه ها توی عرضه و تقاضا به دردتون میخوره و از اینجا به بعد همه جام به دردتون میخوره. این روش یعنی روشی که خودم استفادهش میکنم و اگر شما در واقع توی کل بازار، اگه بازار فرکتالی، طبق اون فرکتالی که بهتون گفتم بازار کلا فرکتالی، توی بازار فرکتالی هر محدوده سوینگیو، یعنی هر محدوده قیمتیو که یک حرکت قیمتی توش انجام شده ما میتونیم به این شکل نشونش بدیم. حالا اونو بیشتر بعدا توضیح میدم راجبش. اینجا اگر ما بخوایم، اینجا بحث ما چیه؟ بحث ما بهینه کردن محدوده عرضه و تقاضاست. یعنی ما یه محدوده عرضه و تقاضای خیلی پت و پهنی داریم، مثل اینجا، مثل این ناحیه یه محدوده عرضه و تقاضایی داریم که یکم ارزش زیاده. حالا میخوام این محدوده رو یه جوری بهینش بکنم که دو تا ناحیه مثل این به من بده، یه دونه ناحیه اصلی، یه دونه ناحیه خروج به من بده، که من این دو تا ناحیه وقتی که بخوام از اینا ترید کنم خیلی راحت تره واسه من، خیلی ریسک ریوارد بهتری به من میده تا بخوام اون ناحیه بزرگه رو بخوام ترید کنم. درسته دیگه؟ الان شما بخوام این ناحیه رو ترید کنین، اگر اینجا بخواد استاپ لاس شما باشه و اینجا حالا تازه شما بخواین حد سود بذارین واسه خودتون، خب الان 1 به 2 میده، ولی اینو اگر شما بخواین حد سودش رو همینجا بذارین 1 به 10 به شما میده. خیلی اختلاف فاحش و زیادیه
و خیلی کمک کننده است. کسایی که تجربه دارن میدونن که فاصله بین ریسک ریوارد 2 و 3 چقدر زیاده، حالا چه برسه به مثلا ریسک ریوارد 2 و 10. اینه که به شما کمک میکنه یه ریسک ریوارد خیلی زیادی بگیرید و دلیل حرکت قیمت هم خیلی جاها متوجه بشین، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته که قیمت میاد به این ناحیه خروج میخوره، یک سری حرکت‌های شروع میکنه اینجاها میزنه، بعد میاد خیلی شارپ، خیلی سریع میزنه به ناحیه اصلی و حرکت اصلیشو انجام میده. خب اگر بخوام یه توضیح کلی راجبش بدم دوستان، اگر این ناحیه رنج من باشه، این یه رنجیه که من توی چارت پیدا کردم و اینجا قیمت داره درجا میزنه، بالا پایین میره و جهت خاصی نداره. الان من اینو پیدا کردم، حالا میام یه تایم فریم پایین، در واقع یه تایم فریم میام پایین تر، اگر تو 4 ساعته هم میام تو 15 دقیقه. وقتی میام تو 15 دقیقه میبینم که آقا این قیمته با یک سری حرکت داره اون حرکت‌های آخری که به سمت پایین حرکت کرده رو، یا برعکسش تو روند در واقع تو ناحیه‌های عرضه وقتی به سمت بالا حرکت کرده، الان من اینجا دارم تقاضاشو توضیح میدم. قیمت با این حرکت‌ها داره به سمت پایین میاد و یک حرکت آخری اینجا انجام میده. دوستان این وقفه آخریه که قیمت داشته اومده پایین، اینجا وقتی برمیگرده به این وقفه واکنش نشون بده، یه پایین میزنه و میاد بالا، یه پایین دیگه میزنه، حرکت میکنه، اینجا به این وقفه واکنش نشون میده یا به این ناحیه عرضه واکنش نشون میده، یه حرکت اینجوری میزنه و به مسیرش ادامه میده. وقتی که این اتفاق میفته، ناحیه پایینی من ناحیه اصلی ترید منه، اکثر مواقع اینجا لیمیت میکاریم و 100% وارد میشیم و ناحیه بالایی من ناحیه خروج منه که از این ناحیه اکثر مواقع ما میتونیم یه ریسک ریوارد خوب بگیریم. حالا چرا گفتم خروج اصلی؟ این ناحیه اصلی، حرکت اصلی اکثرا از اینجا انجام میشه، این ناحیه خروج هم یه حرکتی به ما میده، امکان داره قیمت بیاد بخوره به خروج و بره، اصلا به این اصلیه نخوره، ولی امکان داره بیاد اینجا یه سری بازی‌ها انجام بده و حرکت اصلیشو از این انجام بده. حالا بسته به ریسک پذیری خودتون میتونین دوتاشو بگیرین، میتونین فقط اصلیو بگیرین، میتونین اینو با ریسک کمتر بگیرین، اینو با ریسک بیشتر بگیرین. یعنی اگر اینجا 1% میگرفتین اینجا 2% بگیرین، یا اگر اینجا 0.5% میگرفتین اینجا 1% بگیرین. اینم روش بسیار کاربردی برای بهینه‌سازی محدوده. حالا یه چیزی که توی این روش خیلی به درد ما میخوره، انتقال سفارش ها هستش. انتقال سفارش ها به چه معنی است؟ دوستان وقتی که الان اینجا اگر شما با من همراهی بکنید، این یک حرکتی باشه که قیمت BOS انجام داده یا بریک آف استراکچر اینجا انجام داده. اگر BOS نمیدونین چیه، برین ساختار مارکت رو ببینین، پلیلیست ساختار مارکت رو ببینین که من کامل راجع به BOS توضیح دادم. اگر این BOS ما باشه، این کف قوی من باشه اینجا و این ناحیه عرضه و تقاضای من باشه، این رنج من باشه که این کف تشکیل شده، این کف قوی من تشکیل شده، الان یواش یواش مطالب داره به هم پیوند میخوره. یعنی شما اونجا من گفتم کف قوی چی هست توی ساختار مارکت، الان اینجا دارم نشون میدم که توی کف قوی اگه ما یه ناحیه عرضه و تقاضا پیدا بکنیم، مثلا اینجا این ناحیه عرضه و تقاضا خیلی ارزشش واسه من زیاده. خب حالا وقتی که این ناحیه عرضه و تقاضا اینجا وجود داره، قیمت میاد پایین، به این ناحیه برخورد میکنه، اصطلاحاً ناحیه رو میتیگیت میکنه یا ناحیه استفاده میشه. فرض بر اینه اون سفارش هایی که توی این ناحیه جا مونده بود انتقال پیدا میکنه به این لگ دوباره. یعنی اون سفارش هایی که گفتیم تو قسمت قبلی، گفتیم وقتی که قیمت با یک حرکت سریع از رنج خارج میشه، یک سری فرض بر اینه که یک سری اوردر خرید یا فروش بزرگ اون قیمت رو از اون رنج خارج کرده. حالا وقتی که قیمت برمیگرده به این ناحیه، اون سفارش های جامونده ای که از اون اوردر بزرگ هست رو فیل میکنه یا پر میکنه
وقتی که دوباره حرکتش رو انجام میده، سفارش هایی که تو این ناحیه بود منتقل میشه به این ناحیه. یعنی از این به بعد این ناحیه دیگه واسه من هیچ ارزشی نداره و فقط به این ناحیه و به این لگ کلی نگاه میکنم واسه معامله کردن. این هم شیوه انتقال سفارش ها بود. حالا این خیلی ساده شه، ولی به صورت کلی اینجوریه که در واقع سفارش ها از این BOS، یعنی اگر این BOS اولیمون باشه، منتقل میشه به این BOS. یعنی من اینو به عنوان BOS جدیدم انتخاب میکنم و اون قبلی رو کامل فراموشش میکنم و از اینجا به بعد فقط این ناحیه رو در نظر میگیرم. اینم شیوه انتقال سفارش ها از یک لگ به لگ بعدی بود. حالا در ادامه میام همینو بیشتر توضیحش میدم، فقط فعلا تا اینجا همینو داشته باشین تا تو ویدیوهای بعدی حالا حتما بیشتر توضیحش میدم. خب دوستان عزیز، از اینجا به بعد بریم روی چارت. همه این موضوعاتی که تا الان تئوریشو گفتیم و ساختار کشیدیم روی کندلای واقعی هم بتونیم پیداشون بکنیم و در نظر داشته باشین بدونین که اینایی که الان دارم رو چارت نشون میدم جنبه آموزشی داره. یکی اومده بود کامنت گذاشته بود تو بعد اینکه قیمت میخوره به محدودیت و حرکت میکنه پوزیشن میگیری. من اصلا اونجا نمیخواستم پوزیشن بگیرم، اونجا جنبه آموزشی داشت، یعنی اون چارت رو حالت ریپلی بود، یعنی بازار لایو نیست که، اینا آموزشه. الانم در واقع میخوام جنبه آموزشی داره. حالا بعدا حتما لایو تریدم میذارم، حالا یکم که پیج رشد بکنه و در واقع تریدای لایو هم توی همین یوتیوب حالا یا اینستا یا یه بستری فراهم کنیم میذاریم و در واقع سعی میکنیم که اونم بهتون نشون بدیم. و اینکه حالا ویدیو هم راجع به بک تست گرفتن کلا میسازم، حالا در ادامه یک سری ویدیو هم میسازم که کلا رو چارت باشه، یعنی اون کسایی که میخوان کامل یاد بگیرن از اون ویدیوها هم بتونن استفاده بکنن. خب دوستان با من بیاین روی چارت تا همون محدوده ها رو الان روی چارت هم که توضیحشون دادیم پیدا شد. دوستان این خودش یه محدوده عرضه و تقاضا بود که قیمت خیلی شارپ ازش اومد بیرون و به سمت بالا حرکت کرد. این میتونه یه محدوده عرضه و تقاضا باشه. اگه بخوایم بهینش بکنیم همینجا چه کندل آخر قبل از حرکت شارپ ما، این میتونه ناحیه بهینه باشه. اگرم به اون شیوهی که گفتم در واقع به شیوه ساختاری بخوام بهینش بکنیم، اینجا خروج ماه، این میشه ناحیه خروج ما و این میشه ناحیه اکستریم یا اصلی ما، یا اگر یکم بخوایم ریفاین ترش بکنیم اینجوری میشه، یعنی میشه بهینش کرد به این دو ناحیه. خب ادامه میدیم جلو. دوستان همینجا باز این یه محدوده عرضه و تقاضا هستش، یعنی اگه بخوایم همین رو تو تایم فریم پایینتر با هم بررسی بکنیم، این مثلا تو تایم فریم 5 دقیقه یا 1 دقیقه این یه رنجه خیلی هم قشنگ اومده و اینجا کلوز داده، اینجا برگشته و جهت حرکتش رو عوض کرده اینجا، یعنی از این محدوده رنجه تا الان واکنشی بهش نداشته، حالا احتمال داره بخواد به سمت پایین حرکت بکنه. حالا برمیگردیم به همون تایم فریمی که با شروع کردیم، بریم جلو یکم. خب دوستان این تو تایم فریم بالاتر هم این محدوده عرضه و تقاضا واسه ما تشکیل داره که هنوز داره قیمت جهت خاصی نداره. خب اینجا حرکتش رو انجام میده. الان این ناحیه اگر کل این ناحیه رو به عنوان یک رنج بزرگ ما در نظر بگیریم به عنوان یک محدوده عرضه و تقاضا و بخوایم در واقع بهینش بکنیم یا ریفاینش بکنیم، این ناحیه اکستریمشه یا ناحیه اصلیشه و اینجا ناحیه خروجش میتونه باشه، یعنی ما میتونیم به جای این بزرگه این دوتا ناحیه رو بزنیم که اکثر مواقع اینم حالا ناحیه خیلی مهمی نیست، یعنی میشه ازش معامله کرد ولی خب خیلی مهم میتونه نباشه که اینجا اومد خورد و حرکتش رو انجام داد. خب اینجا اومد خورد به ناحیه اکستریم
دقت ناحیه ها رو ببینین که چقدر دقیق میخوره، چقدر دقیق واکنش نشون میده. خب دوستان دیدین که چجوری به این محدوده ها برخورد میکنه، قیمت و حرکتش رو انجام میده. الان اگه باز بخوام اینجا محدوده های عرضه و تقاضا رو اینجا رنج ها رو واسهتون بکشم، این خودش دوباره یه رنج هستش. این پایین عرض کنم که اینجا در واقع اون شادوی داخلیه که گفتم، این خودش دوباره یه محدوده عرضه و تقاضاست. اینجا بازی شادوی داخلیه، این باز خودش یه محدوده عرضه و تقاضاست. دوباره اگه بخوایم پیدا کنیم این خودش یا دوستان این بازی محدوده عرضه و تقاضاست که قیمت هم بهش حالا واکنش نشون میده، حالا شده حد اقلی مثلا مثل این یه تکونی بخوره، ولی خب حتما واکنش رو نشون میده. باز اگه بخوایم این خودش یه رنجی بوده که خورده به این و طبق اون الگویی که گفتیم سفارش ها منتقل شده به این لگه، یعنی الان این یه محدوده عرضه و تقاضاست اینجا. دوباره اگه بخوایم دنبال بکنیم باز این یه محدوده، اینجا یه رنج بوده که رفته بالا و تبدیل شده به این رنجه و این یه محدوده عرضه و تقاضاست اینجا واسه من. حالا یعنی اگر بخوایم پیدا بکنیم تو فرکتال‌های مختلف، تو تایم فریم‌های مختلف، خیلی محدوده‌های عرضه و تقاضا میشه پیدا کرد که قیمت الان اگر من ریپلی یعنی برم جلو میبینین که به همه اینا واکنش شده، حد اقلی شده یه مقدار کوچیکی، ولی به همشون واکنش نشون میده. حالا این هنر ماست دیگه که ما بتونیم اون ناحیه هایی رو پیدا کنیم که در جهت اوردر فلوی سعودیه، در جهت مارکت استراکچره و از اونا بتونیم استفاده بکنیم. اینم ویدیویی بود که در واقع راجع به عرضه و تقاضا ساختم. توی ویدیوی آینده ما میایم اینا رو حالا یاد گرفتیم که چجوری محدوده عرضه و تقاضا چیه، روی چارت چجوری پیدا میشه، الگوهاشو یاد گرفتیم. الان این توی ویدیوی بعدی میخوام توضیح بدم که چجوری بین این ناحیه ها تمایز قائل بشیم. یعنی یک سری ناحیه ها ناحیه سازمانی در نظر گرفته میشه که پولهای بزرگی تو این ناحیه ها اومدن و قیمت تونسته از اون ناحیه های حرکت خاصی رو انجام بده و احتمال داره روند آینده بر اساس اون ناحیه باشه. اونا رو بهشون میگیم ناحیه های عرضه و تقاضای سازمانی. توی ویدیوی بعدی میام راجع به این که چجوری اون ناحیه های اصلی رو ما پیدا کنیم توضیح میدم و حتما سعی کنین با همون همراه باشین. دوستان حتما نظراتتون رو راجع به ویدیو، راجع به آموزش‌ها زیر این پست مثلا کامنت بکنین. اگر در واقع پیشنهادی دارین، اگر راجع به ویدیوهای آینده درخواستی دارین که مثلا از فلان مبحث ویدیو ساخته بشه یا ادیتیا ویدیوها، در واقع نظراتتون رو زیر این پست حتما بنویسین، حتما همه رو میخونم و تاثیر میدم تو ویدیوهایی که در آینده میخوایم بسازیم و با هم همراه باشیم. خب حتما سابسکرایب کنین، حتما لایک کنین، کامنت بذارین و کمک کنین که از این ویدیوها بیشتر واسهتون بسازیم. فعلا خداحافظ.